امروز ما در مورد نماز گپ میزنم از دید امامهای چهارگانه اهل تسنن و از دید محمد پیغمبر بزرگ اسلام و الله خداوند یگانه دین مقدس اسلام که شما متوجه شوین که نماز چقدر یک مسئله مهم است. بیاین بریم پای منبر عالم بزرگ و شهیر کشور ما از ایالت باستانی ما هرات، مرحوم انصاری بزرگ. بفرمایین انصاری صاحب. عقوبت تارک الصلات، گوش کن تو کسی که در نماز خود غافلی. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند کسی که نماز را قصداً ترک میکنه و بالآخره نماز نمیخوانه باید حبس بشه، بندی بشه تا داخل زندان بمیره. ایره امام ابو حنیفه میگه. در افغانستان اکثر ما شما حنفی هستیم. امام ما شما امام ابو حنیفه است. این امام مهربان و بزرگ بر مردم میگه که اگر یک کس نماز نمیخوانه ای باید حبس شود، در زندان انداخته شود تا که در موجه بمیره. و یا این که بالآخره عهد و پیمان ببنده که دیگه نمازم قضا نمیشه، توبه کنه و عهد و پیمان بسته کنه که من دیگه تا زنده استم نمازم قضا نمیشه. این امام ابو حنیفه است. یعنی نماز که عبادت است، یعنی ما سپاس میکنیم خداوند خدا. این ضرور نیست که به این رقمی که ما نماز میخوانیم به هر رقمی که تو خداوند سپاس کنی میتونی. هیچ چیزی این نمازها ساخته و پرداخته انسان هاست. یعنی یک مسئله اینقدر مهم نیست که به خاطر از یک آدم تو در زندان پرتی تا مردن، تا که دوج او بمیره از عذاب. چرا؟ به خاطر که تو نماز نخواندی. چه یک دین مقدسه، چه یک دین مهربانه. در امی سوره اول قرآن، امی صفحه اول که واز کنین، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خداوند مهربان و بخشاینده. این خداوند بخشاینده خداوند است که نظر به گپ بزرگترین امام ما، اگر تو بر از او عبادت نمی کنی تو باید در زندان انداخته شوی تا که تو بمیری. خب یکی از امامای ماست، بزرگترینش همیست. حالا بفرمایید که امامای دیگه چی میگن. نظر امام مالک و امام شافعی رحمه الله میفرمایند شخصی که نماز نمیخوانه کافر نیست، اما باید یقتل، کشته بشه. اینال امام شافعی و امام مالک دو امام بزرگ دیگه اهل تسنن یا چی میگن؟ یعنی از 4 امام سعی کنین اولش گفت در زندان پرتش که بمیره، کافر نمیشه اما بکششه، به نماز تو هیچ حق زندگی نداری. ایره حنیفه گفت. اینال امام مالک و امام شافعی که دو امام دیگه است با اندازه امام ابو حنیفه یا چی میگن؟ سعی کنین نظر امام مالک و امام شافعی رحمه الله میفرمایند شخصی که نماز نمیخوانه کافر نیست، اما باید یقتل، کشته بشه. حکومت اسلامی باید انسان بی نماز رو بکشه، کشته بشه. این تا میگه رقم امام اول که حنیفه بود، میگه کسی که نماز نمیخوانه کافر نمیشه. یعنی هر 3 از یا قبول کردن که کافر نمیشی. اولنگه گفت در زندان پرتشه که دموج جان بته، مگر ای که توبه کنه و دیگه تا آخر نماز بخونه. اما این دو تای دیگه سختگیرتره. ای هیچ نمیگه که یا توبه بکشه، میگه ای کافر نشده اگر نماز نمیخونه، هنوز مسلمان است. اما جزای ازی چیست؟ یقتلو، بکشش.
هیچ همو چانس نمیده که تو بیایی که بگوی ما معذرت میخوایم و دیگه تا آخر عمر نماز میخوانم. این دو امام دیگه است. این نظر امام مالک و امام شافعی رحمه الله هست، میگن کافر نمیشه. اما نظر امام احمد ابن حنبل رحمه الله میفرمایه و اشاره میکنه که کسی که نماز نمیخوانه کافر هست، باید کشته بشه، غسل داده نشه و در قبرستان مسلمان ها هم باید دفن نشه. این نظر امام احمد رحمه الله هست. جمهور علما به این نظر بالاتفاقن که اگر کسی منکر نماز بود، اگر کسی گفت که دیگران خواندن چی شد که من بخوانم، اگر کسی گفت که من عادت به خواندن ندارم، و اگر کسی منکر نماز بود گفت که نمازی وجود نداره، تمام احکامات اسلامی را اجرا کنه فایده نداره. این شخص نظر به امام حنبل که از وام کده قیدگیرتر است، او میگه کسی که نماز نمیخوانه اصلا هیچ مسلمان نیست. او سه تا دیگه میگه مسلمان است. اولیش میگفت در زندان پرتش تا بمره، اگر معذرت خواست الهش کن. دو تا دیگه ایش میگفت امام مالک و امام شافعی که یقتلو، بکشش، کافر نیست اما بکشش، هیچ چانس معذرت هم نداری. امام حنبل چی میگه؟ میگه کسی که نماز نمیخوانه او کافره. که سه تا دیگه موافق نیست. و میگه مسلمان هستن اما بکشش. این میگه مسلمان نیست، بکشش، در قبرستان مسلمان هم نمانش، سرش نماز هم نخوان. اینی 4 امام بزرگترین اهل تسنن است. در واقع 90-95% مسلمان هایی که سنی هستن به اینمی 4 امام معتقد هستند. اینال از دید ما اگر تو نماز نمیخوانی باید کشته شوی. یک امام ما اجازه میتید که توبه بکشی و دیگه نماز بخوانی. 3 امام دیگه ما تو رو او اجازه رام نمیتن. و امام آخری که امام حنبل بود میگه در قبرستان مسلمان ها میره نمان که دفن شه، سرش نماز جنازه هم نخوان. و برای کسی که کافر زنش هم میگیری، دخترش هم، زن مسلمان، زنی که مسلمان در خانه کسی که کافره نمیتونه باشه. این دیگه کلش به اساس اسلام و آیت و حدیث و قصه های دروغی نیست که کل از این در بر داره. خب حالا ما شما فکر میکنیم که خویی اماما رذیل پست بودن که سر یک نماز مردمه یا میکشن. شما باورتان نمیه کل اینمی 1400 سال ده اینمی تیر شده و با سعی کنین اینمی نفرهایی که همیشه شیشته بیچاره کل از یا قبول میکنن این گپه. و بیادرش اگه نماز نخونه در فکر میشه که بزنش بکشش، بچه کاکایش همسایه را خواهی هیچ سرش رحم نمیکنن. تو باید نماز بخوانی. یعنی این دین جبر و زور است و همیشه هم این دین جبر و زور می باشه، به خاطر که اینی کتاب جبر و زور است. این حال بیاین که بریم که محمد چی میگه. حالا مولوی صاحبی خوی اماما بودت می پست و رذیل بودن یا نمیفهمیدن که دین به کجا می بردن. محمد چی میگه این مهمه، گوش کنین. این قول ائمه بزرگوار و اینها بود. نبی مکرم اسلام میفرمایند من ترک الصلاة متعمدا، کسی که نماز را قصداً ترک بکنه، برئت منه ذمة الله و رسوله، الله و رسول از او شخص بیزار هستند. در ذمه یعنی در گردن الله و رسول هیچ حقی نداره. در حدیث دیگر نبی مکرم اسلام میفرمایند العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهدی که بین ما و بین اونهایی که بالآخر قرار دارن چی هست؟ نماز هست. محمد گفته که اگر کس نماز نمیخوانه خدا و رسول، محمد هم از او بیزار است. خدا محمد چی کاره بود؟ یک دوزه که هر روز روی کاروان ها را میگرفت. او هم بیزار است از ما و شما و خدایش هم بیزار است. این چیه خدای خودخواهی که اگر ما برش نماز نخوانم او از ما بیزار است. شما فکر کنین که دمی خانهتان یک 20 مرچه است. مرچه که کار گرفتین در یک جای برشان کمک آرد مندازین
یا هم دمو زندگی میکنه. یعنی تو خاط رفتی خاط گفتی او مرچه خدا و رسی با من نماز نخوانی اگه یکی تا زنده ببانم. اگه می کار کنی پیش خود احمق معلوم نمیشی، پیش اولادت، پیش زنت، پیش فامیلت احمق معلوم نمیشی که جان آقا یا گل آقا میره سر مرچگک ها میگه که برای من نماز بخونین. این حال خداوند چطور از ما این توقع رو داره، یا این خاصه یا این آرزو رو؟ ای که ما خود ما عبادت به خداوند ما کنیم و علایده است، عبادت داوطلبانه است، اما دینی دین رزیل کثیف. این 4 امامش میگه که تو باید کشته شوی و محمدش میگه که خدا و رسول از تو بیزاره. این در اسلام بسیار بدتر از کشته شدن است که بگه خدا و رسولش بیزاره. یعنی که در اینجا دیگه تو زندگی یک سگ در جهان اسلام که هست که سگ چقدر نجسه، تو از واقع در دید مسلمانان نجستر می باشی. این حالی نیست چطور میتونیم که از کله انسان ها بیرون بکشیم که او بیادر حال نماز خود عبادت است، ما خداوند خود سپاس میکنیم، در چرا ما کشته باید شویم؟ حال پیش میره ببینین که خدا چی میگه. رسول الله میفرمایند کسی که نماز را ترک بکنه فقط کافر شده.